این ویدیو بزرگترین جنگ داخلی در بازی جی تی وی داره اتفاق میفته، اما بزرگترین گردبادی که جهان به خودش دیگه اتفاق افتاد و کل نقشمون رو نابود کرد و ما باید برنده بشیم. خب رفقا، با آقای مایکل هستیم. بچه ما باید اولین کاری که انجام بدیم این هستش که بریم پیش غلام حسین و یه سری اسلحه و تیربار و رگباری و سبر و زره بخریم و با هم دم آقای غلام حسین گرم. سری سوار داداشم مایه عشق ناموسن عشقی ما که سوار شد بریم به سمت بچه غلام حسین. ببینیم غلام حسین چی برامون داره. بچه میخوام شیرجه بزنم. ماشاءالله شعرم ماشاءالله بناسه یا غلام حسین دارم میاد. بچه اینجوری برای رانندگی کنید. بچه ما باید قبل از اینکه جنگ داخلی شروع بشه ما باید تجهیزات خودمون آماده کنیم. بچه جنگ داخلی شروع بشه نمیخوام اوضاع خیت بشه و خیلی خطرناکه بچه اون گنگ ها و ما به احتمال خیلی زیاد طرفدار پلیسا باشیم، چون پلیسا هم قوی‌ترن، هم زرهی هم ستادیه. خب رفقا داریم نزدیک میشیم به غلام حسین. غلام حسین دارم میام. غلام حسین یه سری چیزا ازت شنیدم، امیدوارم که راست نباشه. غلام حسین چه خبر؟ غلام حسین داداش حالت خوبه؟ نه داداش. چقدر چرا داری گریه میکنی؟ مگه چیکارت کردم بابا؟ اعصابمو خورد نکن. بگو چیکارت کردم؟ داداش بهم تجاوز کردن. ببین داداش به من بگو، من به خدا هر کسی حتی بهت لمس کرده باشه، حتی لمست کرده باشه، من خودم پارش میکنم داداش. تو فقط به من بگو چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ با فیوز بهت گفتم دیگه. چی کار کردنت؟ گونم گذاشتم. طرفم رستم و انتقامی که من میخوام بگیرم چیزهای تو نمیگیرن. تا آخرین آدم جنگ میکنم تا بتونم در مقابل اون عذابایی که تو کشیدی. خدا میدونه عذاب خیلی عذاب کشیدی، اما انتقاماتو میگیرم داداش. کاری که با غلام حسین انجام دادن اصلا بخشیدنی نیست و ما باید در مقابل این جنایت بشریت ایستادگی کنیم. داخل این جنگ داخلی دو گروه هستن. گروه اول گنگسترها که بسیار خفن و خشن هستن و گروه دوم هم پلیسا که بسیار جذاب و کچل و ابهت هستن. بچه ما باید تو این جنگ داخلی پیروز شیم. پلیسا باید تو این جنگ داخلی پیروز شن. اگر اون خرابکارا و گنگسترهای پوان در این جنگ داخلی پیروز شن، اون موقع هیچ چیزی در این شهر باقی نمیمونه که به مایکل برسه. باید خودمون ایستادگی کنیم. ظلم تا پیروزی میدم با. خب بچه جنگ داخلی شروع شد. یا ابوالفضل داداش اومد اصلا نگران نباش، دارم کمک کنم. یا ابوالفضل داداش چیکار نمی‌کنی داداش؟ مثل آدم کار کن، جنگ کن. یا ابوالفضل بچه اوضاع خیلی خیته. آقا ببینید بچه‌ها گوش به فرمان من. ما تا آخرین نفس در این نبرد می‌جنگیم. بگو ماشاءالله. تسلیم شدن ما فقط کار خداست. ما تسلیم نمیشویم. آخرین نفس و آبی که داریم در این نبرد ایستادگی میکنه. آقا به من گوش بده. دلقک به من گوش بده. چرا به من گوش نمیدید؟ من دارم به درد شما کار میکنم. ایستادگی کنیم. پیروز میشویم. آقا ما پیروزیم. بچه ما پیروزیم. چی گفتی دلقک؟ من فوش میدیاره همه تونو میکشم دلقک ها. یا ابوالفضل آقا فرار کن. یا حضرت ابوالفضل باشو محمد چه خبر محمد؟ آقا پلیس هم گفتن جون ما ناموسن این نامردیه. بزن پلیسا رو نزنید بیاد. بزن ماشاءالله. بچه‌ها اوضاع خیلی خیته. آقا مقاومت کنید. اصلا شکست رو قبول نمی‌کنیم. ما شکست قبول نمی‌کنیم. بچه‌ها اون طرف بچه‌ها پلیس به جای اینکه کمک کنه به علیمون کار می‌کنه. ببینم انگل بیا اینجا. من خلاف کارا وایس بچه‌ها همینجا وایس. بچه بکاپ بگیر. آقا این کمکی میخوام. پاشو ببین الان وقت مردن نیست. گفتم پاشو دلقک. گفتم پاشو این دلقک اف آی بی. دلقک چیکار داری میکنی؟ یاره من نمیکنی. پاشو اینا دلقک. بیا ببینم. بیا پایین ببینم. بزنش. یاره من نمیزنی. یاره نمیزنم. این دلقک هنوز داخل مونده. بزن با شما با دلقکو. بزن آقا بزنشو. یا اول داداش اوضاع خیلی خیلی. یا اوه آجی تخم چی افته؟ از آن تخم خودش کارش خیلی پلیسای دلقک منو نزن بابا. برو آقا دشمن کیلی هست دلقک. منو چرا میزنی آخه بابا؟ یا ابوالفضل هلیکوپتر چی هست؟ دانشو
یا اول دارم بکاپ میارم. آقا بزن، آقا دفاع کن، آقا دفاع کن، آقا دفاع کن. یا اول نگاه کن بیاد. نگاه کن دلقک این دلقک. سواش اونو فکر دلقک اینجا نه. من اش برادم من خیلی خوب. نزن آقا نزن. دلقک نزن. نگاه ظاهر میشن. پلیس دست کوچه بود. اوضاع خیلی کیت. آقا من نمیخوام برم. آقا منو ول کن ناموسن. آقا من غلط کردم. منو ول کن. داداشا منو ول کن. به خدا من کاری نیستم. آقا من به خدا غلط کردم. آقا بزنش ماشاءالله. بنازم یارو بچه‌ها. دفاع کن. خاک تو سر دفاع کن. آقا بنازم بچه همه این زری‌ها جمع شید. آقا همینجا جمع شید. بنازم برید ماشاءالله. ببینید نباید کسی اینجا راه بیفته. آقا همه دفاع بالا. سپر بالا ماشاءالله. این کیه؟ بزنش. اینو حلقه دیگه چقدر رفت اتفاق گرفت. بچه اوضاع خیلی خوبه. باشه بالا. یا خیلی خوبه. وای دارم خیلی کشته میدیم. بزن. چهار ماشین شد. بعد این نظارت انجام میدیم رفقا. خیلی اوضاع خوبه. حلقه بیا اینجا ببینم. اینجا وایساده. بزن حلقه پشت نه. آدم داریم کجاره. وایسا برو گاز بده. یا پشت وایسا کنه به حلقه که پشت این وایسا. یا ابوالفضل از دارم ما رو پاره‌ام میکنه. آقا بزن. آقا بزنشو. وای کی داره اینو بچه‌ها کی داره تکتیک میزنه. یا ابوالفضل وایسا. اومد دلقک. یارو داعشیه. یعنی انتحاریه. بزنشو. وایسا بیا بیرون دلقک. بیا بیرون اوزگل. خوبه. آقا دفاع کن. نذار بیان جلو بابا ماشین. بچه‌ها دارم با ماشین انتحاری من جلو. بزنشو. یا ابوالفضل بزن ماشاءالله. وایسا بزنشو. اصلا نباید بیان جلو. هر کی از طاقت باشه بکشینشون. آقا یکی این بالا هستش داره ما رو میزنه. بچه‌ها نمیدونم کیه. آره بود ماشاءالله. کشش خیلی خوبه. از اینجا باید برین رفقا. اصلا نباید وایسین اینجا. اوضاع خیلی آقا فرار کن اینجا. آقا من رفت. آقا خودت آقا اینجا ازدواجگر باشید. من رفتیم دلقه که من مثلا خودش میدونم. اینجا دلقه ما رو میزنی. آره آها اینجوری پارت میکنم. ماشاءالله خودم بنازم. یا با خفتش کنم. یو ابوالفضل چی کار داری میکنی ناموسن. از بالا داره آدم میندازه پایین. بودو آقا دارم میام. آقا دارم کمکش دارم. آقا دفاع کن. نه وایس همینجا وایسا. من یه لحظه از شما ماشین زدی رو قرض میگیرم. میخوام برم اینجا خفن‌تر. آقا بچه‌ها همین ماشین زدی برای دلشون بفهم. اومدم سراغتون دلقچا. اومدم هر چی شاخ باز در بیاره پاتش خونده است. به جای نه اینجوری میزنم. ناموسن بمیر داداش. بمیر ناموسن. ماشاءالله خیلی خوبه. آقا عقب نشین. آقا ایوری دور. نه شما تیم مادر دور بزن. شو آقا همه رو پت کن. اصلا نباید هیچکی زنده بره. آقا اینو آقا دوام بیاد. پیاده شد. خدا یا ابوالفضل پاش ما که پاش اوضاع خیت ما که بود. آقا این دفاع. آقا دفاع کن. چون مادر دفاع کن. وای بزنشون. من وای نسته بزنشون. دلقک اینو فکر کنم خیلی آدم همه فکر کرد یادشا. یکی اون بالا شد فقط نمیدونم کدوم خریه. بنازم ماشاءالله یارم. بنازم بزن این زن. دلقکا بزنشون. اوضاع خیلی فکره. یعنی خرطوشتر از من از این دنیا ندیدم که ندیدم. آها نزد دلقک آدم نفرست پایین بابا. نگاه کن چی جوری میاد مثل آدم میاد. آقا دفاعی کار کن رفقا. دفاعی کار کن. آقا اصلا ندید جلو. همینجا وایسید. همینجاست دفاع کن ماشاءالله. چی یا این دشمن باشه. یاره این دشمن باشه. دشمن باشه. بزنشون.
دلغک فکر کرده خیلی حرف. الله اکبر. بزنشو. دایشی هم من فکر کردی اینجوری میزنن کردی خدا که برو بزنشو. این پولیس های هلنگو بزنشو. بای 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 اوضا خیلی بزنشو. بای بچه ها موازنه شدیم بزنین این هلیکوپتر داره من پارم میکنه بچه. این هلیکوپتر سقوط کن دلغک. بزن این وایسا اینجوری میزنم بنازم. من دقیقا یاره و بارم دارم پرواز میکنم بنازم بزن اینا رو بزن دلغک رو بزن شما بنازم. اینجوری رالی میکنن بچه باید همینجوری یاد بگیر بچه اینجوری بنازم تفنگ برده بودو بای رفاقا خیلی رفاقا همش تون عقب نشین رفاقا. آقا این خیابون خدایی نباید از دست بگی آقا ناموسن. ای لعنت بر پدر و مادرت کنم که یه رانندگی یاد دادم. من ریدم تو رانندگی یاد دادن دلغک. تو بیاره؟ تو بودی؟ منو میزد یاره؟ چیه؟ زنی یا مرده؟ همه تون چه جمع شدی اینجا؟ چه خبرتونه اینجا این همه جمع شدی آقا دلغک؟ بریم بالا آقا برو آقا ما نباید این خیابون از دست بده. همینجوری دارن عقب نشینیم تو آقا این خیلی زیاده رفقا. اینا متاسفانه هم پلیس میزه سرمون هم دلغکای گنگ ها. آقا دارم میام آقا تحمل کن دارم میام. وای با اینکه نیروهامون هم کم هم نیست. ای خاک بر سرت. آقا دفاع کن نگاه کن یارو انگار اینه برای شما نازم به یارم من موت. خیلی خوبه این پایه دلغک تو یاره منو میزنی توی وضعیت ریدم تو قیافت. از این جنوب تا اصلا نباردم میشتیسم یارم اینو برن اوضاع خیلی کت میشه. دلغک منش انتحاری اصلا شبیه داعشی ها شده. ماشالله بنازم همین کن وایسا دلغک. سوار شو انتحاری دلغک چه بزنشون. دلغک فکر کرده میخوام ما رو بزنه. آقا دفاع کاغو تو رو آقا اینو نگاه ناموسا اینو نگاه با چی اومده رفته بنا یا اولفت آقا یا اولفت چقدر این قدرت داره رفقا. این آزم ماشالله به یارا ماشین ترکون بدم ترکون داشت پیاده شد داشت یه اینجا با همین لفت میکنم ماشالله به خدا من آقا اومدم. ببین دشمنتون اومد خونخوارتون اومد. بیا اینجا بینم اینجا کجا یا اول آقا آرام باش ایوان. ببین دشمنه من کوشن ببین یا اول آقا جنگ کن آقا بنازم ماشالله وایستا اینجوری میزنه تو وایستا من بذار پیاده شم دهنت من سیزو پیاده شو چی شد یا اول چی شده برو یا اول آقا فرام کنید چه بستنه آقا توفانه کرباده فرام کنه یا اول فصل آقا فرام کن اوضاع خیلی کده آقا ناموسن یا اول فصل داداش فرام کن احمد وایس آقا اینجوری نمیشه. من که بردار رفقا نگاه کن رفقا آقا من نمیخوام ببینم آقا سوار شد. آقا برو آقا از اینجا فرار کن وای نسا دلغک اینجا وای نسا برو فرار کن کوپان داره میاد. نگاه کن من نگاه کن چقدر گنده است آقا من نمیخوام بست بودو مایکل برای چونت بجن مایکل برای چونت بجن آقا من نمیخوام ببینم بای بودو خیلی فیت آقا فرار کن بودو
مایکل بودو ول کن بابا، ولش کن. جنگ داخلی چیه؟ من غلط کنم یه انتقام بگیرم یا ابوالفضل بودو. وای رفقا نگاه چقدر گنده. آقا بودو گاز بده، بنازم گاز بده. بودو آقا فرار کن، ناموسم فرار کن. رفقا نگاه نه آقا نه در نقا اصلا نزدیکش نشو. بودو وای بابا نمیتونم برم، ماشینم نمیتونه گاز بده. آقا بود از این پای یا ابوالفضل یا حضرت ابوالفضل. وای بچه‌ها نگاه طوفانو خیلی شایع گردباد کلباد خیلی گنده. آقا بگاه سگ رفتی. آقا دور بزن. آقا وایسه بیاد چاقو نخواستیم آقا ریدم تو ابوالفضل یا حضرت ابوالفضل. من یه ماشین بدید جون مادر تو، من یه ماشین بدید. آقا داره میاد دنبال من این ناموسن. نگاه کن بچه‌ها نگاه کن چقدر این بزرگه بچه‌ها، کل یارامو همه رو داره میزنه. وای کمک دنبال همه دلقک اینه. خدایا من چه گناهی کردم مایکل؟ تو رو خدا همینجا توبه کن. آقا پیاده شو دلقک، پیاده شو. وای داره میاد. خدا مایکل تو رو خدا مایکل من نمیخوام ببینی مایکل. وای چقدر گنده است. خدا همچه باید این ماشین بده بشه. ماشین سواش اومدش برام بگو یا ابوالفضل. بابا دلقک رو نگاه چیکار. آقا جنگجویان دلقک ها فرار کنید، وای نسا اینجا طوفان داره پاره. این هواپیما دقیقا چجوری داره بالا پرواز میکنه؟ این داره همینجوری دنبال من. جنگ بسته داداش، فرار کن داداش، فرار کن داداش، میگم فرار کن. داداش تو خدا فرار کن. آقا من به فکر شما هم فرار کن. نگاه کن یا ابوالفضل، نگاه کن یا حضرت. آقا فرار کن ناموسن. وای رو خدا آقا من برای شما اومدم اینجا. ناموسن فرار کن. وای نسا وای نسا بینید تو سوار ماشیشو. وای نسا یا ابوالفضل بچه خیلی اوضاعی یا ابوالفضل. آقا سوار شو داداش، به خدا نگاه میدی داداش، به خدا نگاه میدی یا ابوالفضل. آقا گفت بچه گاز نمیده. نه چونه مادر نه. کمک یا ابوالفضل بچه بودو جونه مادر. وای کجا من بچه. آقا کامپیوتر لش شد ناموس. آقا بچه من کجا بچه. آقا من کجا نه چونه مادر. نه آقا نه